ما اگر بخوایم که مثلا بر اساس عملکرد بعضی از سنی هایی که جنایت میکنن، ظلم میکنن، ستم میکنن، دین فروشی میکنن، بگیم که پس سنی خوب کی است؟ در اون صورت هیچ سنی خوبی در جهان وجود نخواهد داشت. بر همین اساس اگر ما بگیم که الان مثلا حالا شاید هم اکثریت، شاید هم یک نظامی امروز در ایران است که متاسفانه سخنگوی اکثریت شیعیان شده است، در حالی که یقین داشته باشید که اکثریت شیعیان نه این نظام را قبول دارن و نه جنایت های اونها را قبول دارن. فباید انسان بله ما باید منصف باشیم. بله بفرمایید. بسیار بخشش باشه. این خب میفهمم جناب استاد، این موضوع که شما گفتین، این جواب که شما دادین میفهمم. منظور من این بود که شیعه خوب یعنی او شیعه هایی را که ما خوب میگیم، آیا اونا حدیث قبول دارن؟ آیا اونا توهین نمیکنن به صحابه و ام المؤمنین؟ بله من اتفاقا خیلی از شیعیان، دوستان نزدیکی از شیعیان دارم که حتی خیلی از روایت ها و مسائلی که در کتب شیعه بر علیه شیعه من در خیلی از برنامه استفاده کردم، رفرنس این روایت ها رو اونها برای من فرستادن. من آخوندی رو میشناسم که در حوزه علمی قم در اونجا درس میخواند، در کارشناسی ارشد میخواند. همه روایت هایی که در باطل بودن وجود امام زمان خیالی هست رو این شخص تقریبا 34 روایت که روایت های صحیح حساب میشه در اصول کافی، بحث علمی مفصلی رو آماده کرده بود برای من فرستاد که شما این رو در برنامه بگید. یعنی ما خیلی از شیعیانی داریم که خرافات و خزعبلات رو قبول ندارن. توهین به ام المؤمنین عایشه رو غیری از تعدادی از انسانهای احمق، جاهل، لات، یعنی بی اصل و نسبی که وجود دارن، اینها توهین میکنن. عموم شیعه یعنی منصفین شیعه این رو قبول ندارن. من از زبان خیلی اونها شنیدم که میگه به خاطر گل روی رسول الله باید درباره همسرش سکوت کرد. بله جناب استاد. ببین جناب استاد، زن، من کوتاه میگم باز قطع میکنم، زن عزت است، زن من سرمنشای اخلاق است. وقتی که من بیایم سرمنشای اخلاق و هیچ کس نه پیغمبر که ام المؤمنین یعنی حیثیت مادر کل ما شما را داره دیگه، اصلا استاد قابل تحمل نیست. فقط یک چیز به من روشن کنین، من قطع میکنم باز شما جواب بدین. امی شیعیان خوب، آیا اینها بخاری را مسلم قبول دارن؟ همون مقدسات ما را اینا قبول دارن؟ پابند به هستن؟ چشم در این مورد صحبت میکنم. جواب بدین، معلومات میکنم. باز یک سه ما با تماس میگیرم و موضوع انشالله هر موقعی که دوست داشته باشید در خدمت شما هستم برادر عزیز. سلامت باشید. وقت خوش جناب استاد. سلامت باشید. خداحافظ شما. ببینید این که مثلا یک شیعه خوب باید حتما بخاری و مسلم رو قبول داشته باشه، این شرط نیست. خیلی از سنیای خوبی هم وجود دارن که بخاری و مسلم رو اصلا نخواندن، نمیفهمن. یعنی فهمیدن همه قرآن حتی شرط نیست که یک مسلمان خوب باید همه قرآن رو بفهمد. آنچه که از فرایض و احکام دین هست انسان عمل بکنه. مثل که یکی از ملحدین در یکی از برنامه‌اش گفته بود که حالا مثلا یک مسلمان چینی، یک مسلمان آمریکایی، یک مسلمان ژاپنی که قرآن رو بلد نیست، این میره به جهنم. کی گفته این رو میره به جهنم؟ شما اصلا قرآن رو نفهم، اصلا قرآن رو نخوان، اصلا قرآن رو بلد نباشی. کافی است که تو موحد باشی، همین احکام دین رو، ارکان دین رو درست به جا بیاری، تو وارد بهشت میشی. لازم نیست که تو حتما باید که کل قرآن رو حفظ باشی یا حتما باید تفسیر کل قرآن رو خوانده باشی. آنچه که از احادیث صحیح و صریح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، کسی که انکار بکنه، چه شیعه باشه چه سنی باشه، کافر است. احادیث ثابت و صحیح پیامبر رو کسی که انکار بکنه، تنها بخاری و مسلم نه، حدیثی که در هر کتابی باشه، کافر است، مسلمان نیست. وانگهی یک چیزی در مورد علم حدیث شیعه که کشف کرده بودیم در برنامه امامان وهابی شیعه، شاید شنیده باشید، این رو ذکر کردیم. خیلی از محدثین شیعه تنها کاری که کردن میدونید چی است؟ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابو داود رو جلوی خودشون گذاشتن،
احادیث اهل سنت رو گرفتن، فقط به جای راویان اهل سنت که صحابه بودن یک راویان ساختگی و جعلی از خودشون درست کردن، این روایت ها رو در کتاباشون آوردن. بس همینقدر.